سلام دوستان عزیز کانال نواش، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از نواش. امروز میخوایم در مورد یه موضوع خیلی رایج اما کمی چالش برانگیز صحبت کنیم. کودکان لجباز. اگه شما هم یه بچه دارید که همیشه باهاتون سر لج و لجبازی داره، حتما تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید، چون قراره کلی نکته عملی و ساده براتون بگم. خب اول از همه بگم که بچه‌های لجباز واقعا عجیب و غریب نیستن. این یه مرحله طبیعی از رشدشونه. وقتی بچه‌ها بین 2 تا 6 سالگی هستن میخوان استقلالشون رو نشون بدن و نشون بدن که چقدر مستقلن. یعنی میخوان خودشون انتخاب کنن، خودشون تصمیم بگیرن، یا حتی وقتی ما میدونیم این تصمیمشون ممکنه درست نباشه اما میخوان که اون استقلاله رو داشته باشن. این چیزیه که روانشناسا اسمشو گذاشتن استقلال طلبی کودکان و خیلی وقتا با لجبازی خودش رو خب نشون میده و نمایان میشه. شاید براتون جالب باشه در کتاب فرزندپروری مثبت نوشته جین نیور در بخش درک رفتارهای سرسختانه توضیح داده که وقتی بچه‌ها لجبازی میکنن این به معنی بی احترامی به والدین نیست، بلکه نشونه تلاششونه برای یاد گرفتن کنترل زندگی خودشون. حالا سوال اینه که چطور باید با بچه لجباز رفتار کنیم و اینکه چند تا نکته مهمم درباره این موضوع میگم. اولین مورد این که خب اول خودمون خونسرد باشیم. یعنی چی؟ اولین و مهمترین نکته اینه که ما والدین نباید واکنش تند نشون بدیم و بخوایم حالا عصبی بشیم، خشمگین بشیم. بچه‌ها خیلی خوب به حس ما واکنش میدن. اگه ما عصبانی بشیم لجبازیشون شدیدتر میشه و دوست دارن که بیشتر لج کنن. یه روش ساده اینه که نفس عمیق بکشیم، لبخند بزنیم و با صدای آروم صحبت کنیم باشون و حرف بزنیم. دومین مورد اینه که انتخاب‌های محدود بدیم. یکی از ترفندهای خیلی خوب همینه، این که بهشون انتخاب بدیم ولی محدود. مثلا چطوری؟ به جای گفتن چی میخوای بپوشی که ممکنه بچه ساعتها لجبازی کنه، میتونیم بگیم میخوای پیراهن آبی یا قرمز رو بپوشی. اینطوری حس استقلالش تعمیم میشه ولی کنترل دست ما هم هست در واقع با این سوال. مورد بعدی یک قوانین و چارچوب ثابت داشته باشیم. بچه‌ها با ثبات و قوانین واضح احساس امنیت میکنن. اگه هر روز یه چیز جدید و متناقض بگیم سردرگم میشن و لجبازیشون خیلی بیشتر میشه. کتاب کودک لجباز والدین هوشمند نوشته ران فایر و ریچل جانسون در بخش چگونه قوانین مؤثر بگذاریم میگه که ثبات در قوانین یکی از کلیدهای کاهش لجبازی هستش. یه مورد دیگه این که توجه مثبت به رفتارهای خوبشون داشته باشیم. یعنی چی مثلا؟ ببین معمولاً بچه‌ها وقتی دیدن که با لجبازی نتیجه نمیگیرن دوباره تلاش میکنن، اما وقتی رفتار خوبشون رو ببینیم و تشویقشون کنیم بابت اون رفتار خوبشون میفهمن که همکاری نتیجه داره. حتی یه تشویق کوچیک مثل چه جالب تو الان خیلی خوب پوشیدی پیراهن تو میتونه خیلی معجزه کنه. مورد بعدی که پیش میاد اینه که یک زمان بندی مناسب داشته باشیم. گاهی وقتا بچه‌ها به خاطر گرسنگی، به خاطر خستگی یا حتی کمخوابی لجبازی میکنن. پس وقتی حس میکنید که بچه عصبیه یا اینکه کم حوصله است، بهتره یه کمی زمان بدین و بعد باهاش در واقع شروع کنین به صحبت کردن. مورد بعدی اینه که توجه کنیم به احساسات کودکان. این یعنی چی؟ یعنی بچه‌ها لجباز میشن چون احساسشون خب شنیده نمیشه. بهشون بگیم که میفهمم که دوست داری خودت انتخاب کنی، کاملا درست میگی. این جمله ساده باعث میشه حس کنه که شنیده شده و احتمالاً آماده تر بشه برای همکاری با شما. یک مورد دیگه این که از تنبیه فیزیکی به شدت دوری کنیم. این نکته خیلی خیلی مهمه.
تنبیه بدنی یا فریاد باعث میشه بچه احساس ترس کنه و نه فقط لجبازی کمتر نمیشه، بلکه رابطه اون فرزند یا اون بچه با والدین خیلی آسیب پذیرتر میشه. تمرکز باید روی آموزش و ارتباط باشه، نه ترس. و یک مورد دیگه که هست اینه که از طنز و بازی استفاده کنیم. گاهی میتونیم با کمی شوخی یا بازی لجبازی رو خنثی کنیم. مثلا اگه بچه لباس نمیپوشه میتونیم بگیم بیا ببینم کدوم پیراهن زودتر خودش رو آماده میکنه تا باهات مسابقه بدیم. ببینید یک مورد دیگه ای که هست این که از طنز و بازی استفاده کنیم. ببینید گاهی میتونیم با کمی شوخی، با کمی بازی، لجبازی رو در اون کودک خنثی کنیم. مثلا اگه بچه لباس نمیپوشه میتونیم بگیم که بیا ببینم کدوم پیراهن زودتر خودش رو آماده میکنه تا با تو مسابقه بده. این روش در واقع طنز و بازی بچه ها رو ترغیب به همکاری میکنه بدون اینکه حس کنن مجبور شدن به این کار. مورد بعدی الگو بودن والدینه. بچه ها مثل آینه ما هستن. اگه ما خودمون سر مسائل کوچیک لجبازی کنیم یا کنترل خودمون رو از دست بدیم، طبیعیه که اونها هم همین رفتار رو در ما یاد میگیرن. پس الگو بودن خیلی 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 مهمه. و در نهایت باید بگم که صبور باشیم و انتظار معجزه نداشته باشیم. ببین هیچ راه حلی نیست که یه شبه همه لجبازی ها رو از بین ببره. رشد بچه ها زمان میبره و مهمه که ما صبور باشیم و همیشه ارتباط مثبتمون رو باهاشون حفظ کنیم. حالا بخوام جمع‌بندی کلی بکنم، این که یادمون باشه بچه های لجباز بیشتر دنبال استقلال و شنیده شدنن تا اینکه واقعا بخوان اذیت کنن والدینشونو. ما والدین باید صبور، مهربون و با قوانین ثابت باشیم. انتخاب محدود بدیم، رفتار خوب رو تشویق کنیم و همیشه ارتباط رو حفظ بکنیم. با این روش ها کم کم بچه ها یاد میگیرن که همکاری کردن بهتر از اینه که ما لجبازی کنیم و با والدینمون در واقع سر لج داشته باشیم. و در نهایت هم باید بگم که دوستان عزیزم ممنونم که تا آخر ویدیو با کانال نواژ همراه بودید. حمایت شما باعث میشه که ما بتونیم ویدیوهای خیلی بهتر و بیشتری بسازیم و با هم درباره تربیت و روانشناسی بچه‌ها یاد بگیریم. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک و کامنت بذارید و کانال نواژ رو دنبال کنید تا همواره با همدیگه رشد کنیم. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.